مقامات تاجیکستان تلاش دارند که 13 زن و کودک تاجیک را از بازداشتگاه و پناهگاه‌های عراق و سوریه به وطن بیارند. هویت 4 زن و 9 کودک ماه‌های اخیر آشکار شده است. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که پیوندان این افراد برای پس آوردن نزدیکانشان به آنها و وزارت کارهای خارجی مراجعت کردند. این افراد به پیوندانشان در تاجیکستان مستقیم یا طریق صلیب سرخ از مکان زیست خود در عراق و سوریه خبر دادند. بازپس آوردن 4 کودک به وطن چند خانواده را که نزدیکانشان در این کشورها درماندند به دیدار دوباره امیدوار کرده است. سبزگل کمالова ساکن شهر دوشنبه که دختر و 4 نبیرش در پناهگاه در عراق هست، روز 25 اپریل با شنیدن خبر بازگشت 4 کودک به وزارت کارهای خارجی عریضه سپرد تا در بازگشت دختر و نبیرگان او نیز کمک کنند. زهرا دختری سبزگل سال 2014 همراه با شوهرش به عراق رفت. شوهر او به صف گروه دولت اسلامی پیوست و در یکی از جنگ‌ها کشته شده است. این سازمان تندرو که شوهر زهرا عضو آن بود تا میانه‌های سال 2017 منطقه‌های زیادی را در سوریه و عراق تحت نظارت داشت. زهرا در شهر موصل قرار داشت که ماه اوگوست سال گذشته از دست جنگجویان داعش آزاد شد. صدها خانواده زنده مانده جنگجویان پس از آزادسازی منطقه‌ها به پناهگاه‌ها انتقال یافتند. زهرا نیز از طریق صلیب سرخ در ماه فوریه نوشت که با کودکانش در پناهگاه در بغداد قرار دارد. برگردانیدن 4 طفل تاجیک از عراق به دل سبزگل کمالova امیدی بیشتر آورده است. مقامات تاجیکستان تعداد زنان و کودکان تاجیک که با رهبلدی مردان خانواده برای پیوستن به داعش به سوریه و عراق رفتند نزدیک به 400 نفر شمردند. سرنوشت اکثر آنها نامعلوم است. پیوندانشان میگویند پس از آزادسازی موصل و رقه، 2 شهر کلیدی تحت تصرف داعش در عراق و سوریه، تماس با نزدیکانشان را گم کردند. اکنون با گذشت ماه‌ها برخی زنان و کودکان از پناهگاه‌های در عراق از خود خبر می‌دهند و با هر راه تلاش می‌کنند که به وطن برگردند. مکتوب برخی آنها را صلیب سرخ که اجازه کار در پناهگاه و زندان‌ها را دارد می‌رساند، چون در پناهگاه‌ها استفاده تلفن را ندارند. برخی پنهانی از پناهگاه‌ها با پیوندانشان طریق تلفن تماس می‌گیرند. میرنبی علیمova ساکن شهر کلاب که دختر و 4 نبیره‌اش تابستان سال گذشته از موصل ناپدید شده بودند، با شنیدن خبرهای آخر خوشحال شده است. گلرو دختری 30 ساله این زن همراه با شوهر و 3 کودکش سال 2015 به سوریه رفت. او در این کشور 2 کودک دیگر تولد کرد. میرنبی علیمova میگوید مقامات تاجیکستان میگویند هرچند هویت چند زن و کودک دیگری تاجیک در سوریه و عراق آشکار شده است، اما برای آوردن آنها به وطن با چند مشکل حقوقی روبرو هستند. تاجیکستان در عراق و سوریه نمایندگی ندارد و با این 2 کشور خاورمیانه از طریق کشورهای دوم و سوم همکاری میکند. و گفته مقامات برخی از این زنان و کودکان در منطقه‌های قرار دارند که زیر نظارت نیروهای مخالف دولت قرار دارند. عمرجان امامعلی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت برخی از کودکان در عراق و سوریه تولد شدند و شهروندی ندارند. او گفت فرزندان شهروندان ما هستند و ما سویدی میکنیم. شب 25 اپریل از عراق مریم شایوی 9 ساله، عبدالله اصلانوف 9 ساله، فاطمه اصلانوای 7 ساله و محمد اصلانوف 3 ساله به تاجیکستان برگردانده شدند. این کودکان ماه اوگوست سال گذشته پس از آزادسازی موصل به بغداد انتقال یافتند.